سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه ما. آمدیم به سطح شهر تا دیدگاه و نظریات مردم افغانستان و شهروندای ما را درباره جنگ های اخیری که در فلسطین صورت گرفته است با شما به اشتراک بگذاریم. پس بیننده ما باشید. سلام. و علیکم سلام. خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ شکر الحمدلله. میشه خود معرفی کنین؟ اسم قاری صاحب عبدالرازق هستم، محصل دارالعلوم خصوصی عمریه. بسیار خوب. قاری صاحب محترم، خودتان خبر دارین چند روز میشه در فلسطین بسیار جنگ شدید است. چگونه این جنگ ارزیابی میکنید شما؟ این جنگ بهترین جنگ است که نفع برای مسلمان ها است، چرا که سالهای زیاد کشور فلسطین و بیت المقدس در اشغال فراعین عصر بودند و یهودیان اگر میخواستیم که فلسطین بانیم و اونها شاید هر زیادتر فلسطین را مورد تجاوز خود قرار میداد و این جنگ یک جنگ است که واقعا مجاهدین فلسطین امروز با غیرت کاملشان توانستند که مقابله کنند با اونها با هر شرایط سختی که دچار هستند و بهترین جنگ است که باید همه ما و شما باید در او اشتراک داشته باشیم. خاص جامعه بین الملل چی است که درباره فلسطین چی تصمیم بگیرند؟ خواستم از جامعه بین الملل و از تمام مسلمان های دنیای اسلامی است که برخیزند. اگر امروز یک مسلمان با اندکترین اشتباهی بر سر کفار ظلم میکند، هم حقوق بشر حاضر است، هم جامعه بین الملل که او را بازخواست میکند. اما امروز در فلسطین چقدر اونها مظلومانه، مردم فلسطین برادران ما، اطفال، زنان مظلومانه به شهادت میرسد. امروز جامعه بین الملل سکوت است. چرا سکوت باشد؟ در اینجا نه حقوق بشر است، نه حقوق زن است، نه حقوق اطفال است، هیچ چیزی مطرح نیست. چرا که این از بی‌غیرتی خود ما مسلمان ها است. بیاین که همه مسلمان ها با یک مشت واحد حرکت بکنیم به سوی بیت المقدس، چرا که بیت المقدس مسجدی که است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج حرکتشان به سوی آسمان از اینجا بود و آمدنشان پس در اینجا از آسمان بود و این یک مسجد سرزمین اولیای الله است. همه پیغمبران در اینجا داشت و این یک امانت است از طرف عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه و صلاح الدین ایوبی که امانت برای ما جوانان مسلمان گذاشته است. بیاین که دفاع کنیم با یک مشت واحد. خب اگر امروز برات یک فرصت مهیا شود که یک کار فوق العاده انجام بدی که با مسلمانای فلسطین کمک شود، چی خواهد انجام دادی؟ با تمام قوت که دارم، مالم، جانم، برادرانم، فامیلم، اقاربم، همه شان فدا میکنم، اما از برادران فلسطین خود حاضر هستم که دفاع کنم و این زمینه را ما خواهش ما از امارت اسلامی است که این زمینه را برای ما جوانان آماده کند. ما آماده هستیم با مال خود، با جان خود که در فلسطین ما برویم و به خاطر دفاع برادران مظلوم فلسطینی خود بجنگیم. بسیار زیاد تشکر قاری صاحب محترم، خوش باشین. سلامت باشین. سلام کاکا جان. سلام علیکم برادر جان، خوب هستین؟ خیرتی؟ سال اول بخیر، صحتون خوب است؟ خیرت است؟ شکر فضل خدا. نام مبارکتان؟ محمد سلیم هستم از منطقه کللا پشتا. برادر که نمیز یک خانه و دکان و منطقه ما میجاست. خب بسیار خوب. میشه نظرتان درباره جنگ هایی که در فلسطین صورت گرفته و حال هم جریان داره با بیننده ها اشتراک بگذاری؟ برادر جان والا دیگه ما از فلسطین که خبر شدیم بسیار جگرخون شدیم، بسیار برادر که مسلمان ها مملکت اسلامی است در یک جایی که برادر که فرض مثال یک مملکتی که کفر و برادر که به اصطلاح روس و انگریز و برادر دیگه باشه، از جامعه جهانی برادر از دیگه کلگی پرسان میشه، باخساس میشه، یک طفلش، یک سیاستش، یک دیگهش. یک ملکی که اسلامی باشه نه کس پرسانش میکنه، نه کس باخساسش میکنه، غیر طفل برادر که خانه چپا برادر زیر برادر بمباردمان، طفلشان، سیاستشان، کلشان بیچاره مظلوم مردم کلش بدر زیر بدر چگو بمباردمان بدر چگو مانده بیچاره. هیچ کس کمک هم نمیکنه کدشان. یک مملکت های اسلامی چی کنه زودتر؟ باید از جامعه جهانی، باید از دیا بدر چگو اشتراک کنه، باید از بدر چگو دمش بگیره، بدر آتش بس کنه، دیگه کنه، یک غم بدر مسلمان ها را بخورن.
بسیار خوب. به نظر شما بیت المقدس به مسلمان‌ها و به یهودی‌ها چقدر ارزش داره؟ یعنی ارزشش به مسلمان‌ها بیشتر است یا به یهودی‌ها؟ خود بیت المقدس بیت المقدس به مسلمان ها بسیار بدر چیز داره. حالی خود سابق که بود قبله مسلمان ها بود و خب بدر که بسیار یک جای هم بسیار یک جای محکم و جای قائم و جای بیت المقدس مسجد بسیار قائم است و خب برای مسلمان ها بسیار بدر چیز است. کفر از قصه زو چی است؟ کفر ها کلش بدر که هر دقیقه او را میگن باش که ما این چیز جور کنیم این چیز جور کنیم. بدر مجبور است مردم فلسطین بدر که جنگ کنه که اسرائیل که بدر که از پیششون بگیره که بدر که سبای روز بدر پس بدر که در حساب خود مسلمان ها شوا که خیر مردم نماز بخونه، مردم توبه کنه، تفسیر کنه. آقا جان توبه کنه. بسیار خوب. در اخیر اگر پیام تا به جهانیا و به مسلمانای جهان، به هموطنان عزیز بگویی؟ هموطنهای عزیز ما کلگی بلا شمول ما خودم بدر قن کل بدر افغانستان ما فعلا جگرخون است، کل مملکت ما بدر جگرخون است، مسلمانای ما کلش جگرخون است و بدر جگو باید است که ما بدر جگینی پیام ما با تمام بدر مسلمانای جهان که از فلسطین بدر دفاع کنند، از فلسطین پشتیبانی کنند. اسرائیل مرگ به اسرائیل، به زنده باد فلسطین. ای نبادر جان به خیر سلامت باشی کاکا جان. خوش شدیم از مصاحبه با شما. نباشی خیر ببینی آقا جان، تام خیر ببینی، شما هم خیر ببینی که ما زحمت میکشی صدای ما را به درسه که با جهانیان بفهمونه که بدرقن مردم به درسه که از جهانیا به درسه که از مسلمان‌ها از دفاع کنن، به درسه که ملل متحد به درسه که فرض مثال کلشان باید از به درسه که از این کپ به در دفاع کنه، به در بفهمن که بدرقن به در یک مملکت بیچاره و مظلومه به درسه که به این حالت و به این روز نرسونن. به خیر سلامت باشی کاکا جان. سلام کاکا جان. سلام برادر جان به خودت. خوب است کاکا جان؟ دور زنده باشی، شما بخیر باشین. نامکتان؟ نام موجی بشیر صدیقی. کاکا بشیر، نظر و دیدگاهتان درباره جنگ های اخیری که در فلسطین چند روز پیش حال جریان داره چی است؟ نظر من برادر این است که با نظر از دید انسانیت، از دید شرافت انسانیت، جنگ خود هیچ قانون باعث نباشه. به خاطر که صلح خوب چیز است و جنگ تباهی هر دو مملکت میشه. هر مملکتی که در یک مملکت جنگ کنه هر دوش تباه میشه، هم انسان تلف میشه، هم ملکش ویران میشه. بهتر است که یک صلح کنن، یک صفا کنن و جنگ به درد نمیخوره. به نظر من جنگ خوب نیست. حالا طول وقت وطن ما شما چقدر جنگ ها شد، آخرش هم هیچ بی‌فایده است. جوانان شهید میشن، مردم بیچاره و در بدر خاک بسر از این مملکت دیگه مملکت میگردن. امروز بهترش که صلح کنن و صلح خوبتر است. خب بیت المقدس و مسلمان ها چقدر ارزش داره؟ آیا ارزش داره یا نه بیت المقدس و مسلمان ها؟ من بیت المقدس اولین قبله مسلمان ها بوده. اولین دو ارزش داره، ارزش بسیار بالا داره در دین اسلام، در خود مسلمان ها ارزش بالا داره. باعث مردم درک کنن، تمام جهان که درک کنن که بیت المقدس یک جای پاک، به خاطر که نامش پیداست بیت المقدس، باعث از این مردم مسلمان ها از این دفاع کنن. بسیار خوب. خواستان از جامعه بین الملل چی است که درباره مسلمانان فلسطین چه کارهای انجام میتن؟ مثلا اطفال شهید میشه در فلسطین، زنها شهید میشه، مردم نمیمانند که برند در بیت المقدس مسجد اقصی نماز بخونن. خواست شما از جامعه بین الملل چی است؟ ما از جانب بین الملل این است که امیر برند با کمک کنند به اطفال، به یتیما، به کسایی که جنگ است برشان رسیدگی شود و در ضمن باید است که همین جنگ باید به پایان برسانند. جنگ فایده نداره. تشکر، سلامت باشی کاکا بشیر. قربان شما، تشکر از شما. بیننده های عزیز، این بود برنامه امروزی ما. تا سلامی دیگر، بدرود.